سرور ریاست کور با ویلای کمیته کور با زنان با ویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صباحت است. در دوره سیاست خردمندانه و سرپرورانه پیشرو معظم ملت سال هفتم است که با تشبث و ابتکارات کمیته کور با زنان با ویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد ترغیب و تشویق غایه‌های وحدت و استقلال مهتری عزیز کارگان مادران وحدت‌سرا و شهر و ناحیه‌های جمهوری سفربر می‌گردد و کارگان این ساله که از 100 نفر زنان و مادران شهر و ناحیه‌های منطقه‌های تاجیکستان عبارت است و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری یعنی که از 16 تا 20 ایون سال 2025 سفربر می‌گردد. هدف از تشکیل نمودن این چهره‌بینی سیاسی این پیش از همه در روحیه میهن‌دوستی، خویشتن‌شناسی و هویت بلند ملی تربیت نمودن نسل نوست جوان و تربیت کامل فرزندان سالم و صالحه با مقصد حفظ و نگهداشت ارزش‌ها و مقدسات ملی و همزمان خاک مقدس تاجیکستان صاحب استقلال میباشد. و همین خاطر کمیته کار با زنان و ویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با تصمیم تشکیل کارگان مادران وحدت‌سرا تشکیل صحبت و واخوری‌های سودمند با اهل جماعتچی شهر و ناحیه‌های مملکت، تشکیل صحبت و واخوری‌ها با اصول دهه به دهه، محل به محل، خانه به خانه و همزمان بازدید از جایهای تاریخی، جایهای بهشت‌های جمهوری تاجیکستان کارگان مادران وحدت‌سرا را سفربر می‌گیرد.